السلام علیکم. در سیمای مستقل یکم برنامه تازه ایجاد با نام در صحبتی صاحب دلان منظور شماست. این اندیشه همیشگی در ذهن ما بود، تهیه یک برنامه نو که وابسته از این موضوع، از موضوعی که در این برنامه نفران اشتراک میکنند که نفران واقعا صاحب دل هستند، انسان‌هایی هستند که در جامعه سخن خود را دارند، تأثیر خود را دارند، سخن آنها در جامعه وزن خود را دارد. نفرانی هستند که برای جامعه سخن گفتنی، سخن دل را دارند و به سبب این برنامه را نیز در صحبت صاحب دلان نگذاشته ایم تا شود از این دل به آن دل‌های دیگر تأثیری رسیده باشد و آن دل‌های دیگر نیز از این دل بهره بر شده باشد. و چون برنامه ما در روزهای صورت میگیرد که ماه شریف رمضان فرا رسیده است، آغاز امروز روز اولین ماه شریف رمضان است. اولا همه شما بیننده های ارجمند را با فرارسی ماه شریف رمضان صمیمانه مبارکباد میگویم. بگذار از فیض و برکات این ماه همیشگی زندگی ما و شما آباد، دسترخوانمان پر فیض و با برکات باشد و در فضای این جمهوری عزیزمان تاجیکستان عزیز همیشه صلح و امانی باشد و همه ما در پی آن کوشش کنیم که برای آبادی این سرزمین مقدس خود زحمت و مهنت داشته باشیم. با همین نیت، با همین تمنیات برنامه امروزی اولین برنامه تازه ایجادی در صحبت صاحب دلان را حسن آغاز میبخشیم و در صحبت ما این شام یک نفری صاحب دل، نفری که ما با ایشان سالهای زیاد همکاری داشتیم، استاد ارجمند رئیس شورای علمای دینی ولایت سوات حاجی حسین موسی‌زاده. استاد ارجمند شما را به برنامه ما به استودیو سیمای مستقل یکم خوش آمدید میگویم. راستی امسال که سال 2018 همزمان یک سال تاریخی برای سیمای مستقل یکم بود، چون ما در برابر فعالیت داشتن همچنین 20 سالگی تأسیسیابی خود را جشن گرفتیم و برنامه معرفت اسلام از روزهای اولین تأسیسیابی تلویزیون ما همچنین یک برنامه که به دل و دیده مردم، به ذهن مردم نشسته بود. پیش از همه با حضور گرم شما استاد که واقعا توانستیم که در همکاری این یک برنامه را تهیه سازیم و بیاسته در سرگهی آن کار شما بودید استاد و نقش شما را در این کار همیشگی ما خوب میدانیم، ارج میگذاریم و بازم باری دیگر خوش آمدید میگم، چون آغاز این صحبت ما با اشتراک شما، با حضور شما، چون سخن آغاز کردیم در مورد آغاز ماه شریف رمضان. اولا ماه شریف رمضان به شما نیز مبارک باشد و میخواستم سخن اولین ما از ماه شریف رمضان باشد. مرحبا استاد. ابتدا میکنم به نام خدا. محترم تماشابینان عزیز تلویزیون سیمای مستقل یکم، اولا السلام علیکم. در حقیقت رایلان جان، سیمای مستقل یکم برنامه های زیاد در دوام 20 سال به مردم پیشنهاد کرد، دل مردم رو گرفت. خصوصا وقتی که ما در هر جایی که باشیم درباره برنامه معرفت اسلام می رود. بله. ما یک وقت یک جا رفتیم و یک پسرچه 4 ساله برآمده با من سلامت کرده. من شما میشناسم. من گفتم چه میشناسید؟ شما تلویزیون کار میکنید؟ نه. دیدید؟ یعنی این همان برنامه هایی که بله. دائمی بود، خصوصا در ماه مبارک رمضان میرفت و امروز هم باشد خدمت تلویزیونی سیمای مستقل یکم زیاد است. مردم با مهر و محبت تماشا میکنند. این هم یک دستاورد همه شمایان است که در همین جا به مردم برنامه ها تهیه میکنید، خصوصا در ماه مبارک رمضان که امروز اول ماه مبارک رمضان است. من از نام خادمان دین تمام تماشابینان را مبارکباد میگویم و اهل کارمندان سیمای مستقل یکم را نیز مبارکباد میگویم. این ماه مبارک است، چنانه که در قرآن عظیمشان پروردگار میفرماید استعیذ بالله شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است. اگر نگاه کنیم رایلان جان، قرآن اثر تا به آخر به منفعت تمام دنیا روانه کرده شده است. یعنی در یگان جای قرآن بدی کن، یک کس را غیبت کنی، برعکس از بدی میگرداند، برای راست هدایت میکند. این ماه عبادت است که مردم توبه و استغفار میکنند. ماه خیر و برکه است که آدمانی که
صاحب مال هستند و اهل کم بضاعت و محتاج و یتیمان دست یاری دراز میکنند و ماهی مستجاب شدنی دعا است. ان شاء الله ما امید داریم که این ماهی خیر و برکت و دیار ما خیر و برکات میبیارد، مردم ما را متحد میکند، مردم ما در این ماه با یکدیگر نیکویی میکنند، دل یکدیگر را میبردارند. یعنی ماهی خیر و برکت، ماهی شریف است ان شاء الله. تشکر زیاد، تشکر زیاد استاد عزیز. راستی سنه 12 می سال روان در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه در کاخ محتشم باوربد واخوری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل فعالان کشور، با اهل جماعتچگی کشور برگزار گردید و راستی چون طریق شبکه‌های تلویزیونی کشور اون نمایش هم داده شد و ما دیدیم که در آن ملاقات پیشوای ملت با اهل جماعتچگی کشور بسیار مسئله های مهمی مبرم جامعه را مطرح کردند. در حل و بررسی و حل و فصل آن اهل جماعتچگی کشور را به همکاری دعوت کردند، گفتند که نقش شمایان در حل این مسئله ها خیلی نظر است و از جمله شما که خودتان بیوسته در آن مجلس اشتراک داشتید در آن واخوری و از جمله نیز برآمد کردید. من میخواستم در این مورد یک چند سخن بگویید که اون پیش از همه چگونه صورت گرفت و چگونه بود؟ مرحمت. الهام جان درست قید کردید که این ملاقات پیش از اومدن ماه مبارک، یعنی در یک مرحله بود که در حقیقت مردم به ماه مبارک رمضان تیاری میدیدند. بله. ملاقات جناب عالی با اهل جماعتچگی بود. در آنجا آدمان زیاد دعوت شده بودند، اشتراک کردند، خصوصا خادمان دین، امام خطیبان مسجدهای جامع، سرخطیبان مسجدهای مرکزی، سرخطیبان ولایت ها، ریاست شورای علمای جمهوری، کمیته های به کارهای دین و تنظیم جشن و مراسم ها و دیگر نهادهایی که عاید به همین دین هستند یا مردمی که به مفکوره مردم کار میکنند، بله. آنها در آنجا اشتراک داشتند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، یک نطق پرمحتوا کردند در آنجا که خیر با طریق تلویزیون ها، برنامه، وسایل اخبار عموم نشان داده شد. در اینجا نطق جناب عالی یک تکانی بود، یک دستور عملی بود برای همه، از آن جمله برای خادمان دین. من فکر میکنم که این ملاقات پیش از ماه رمضان یک رمز صداقت پیشوای ملت به ملت خود، به دین خود، به مذهب خود، به اون چی مثلا به مردم منفعت میبخشد، خصوصا در ماه مبارک رمضان، این احترام پیشوای ملت و این ماه مبارک رمضان بود. تشکر. راستی چون سخن در موردی ارج گفتیم، احترام گفتیم، همون در همانجا خود جناب عالی بسیار یک نکته مهم قید کردند، گفتند که واقعا پیروی داشتند به مذهب حنفی این خود یک سعادت است. گذشته از این همین مذهب رو همیشگی همه ساکنان کشور، اهل مسلمان کشور باید در ذهن خودشون جای کنند و هرگز از اندیشه غیر در اندیششون جای ندهند. گذشته از این پیش از مذهبی راست است. و استاد شما اونجا نیز سخنرانی کردید، من میخواستم برداشت شما را از اون ملاقات پرسیده باشم که با کدام گویم تأثیرات برگشتید. پیش از اون که من به سخن برایم، سخنرانی جناب عالی رو نگاه میکردم که از ابتدا تا انتها به منفعت مردم بود. بله. هر یک کلمه آن، هر یک جمله که جناب عالی بیان کردن دلسوزی به مردم بود، غمخوری مردم بود که ملت سربلند باشد، ملت صاحب علم و معرفت باشد، ملت از اختلافات دور باشد، ملت مذهب خودش رو نگاه دارد، چون که مذهب ما، مذهب امام اعظم، یک مذهب تحمل پذیر است، یک مذهبی است که بسیار آسانی رو مثلا پیشنهاد کرده است. جناب عالی اون وقتی که سخن میگفتن مسئله وطن و وطنداری بود که باید ما وطندار باشیم، باید هر یک نفر و قطعی نظر و کی است، در کجا کار میکند،
در مثلا وظیفش از چی عبارت است، در کدام محل زندگانی میکند، باید تاجیکستان را دوست دارد. برای تاجیکستان به قدر امکان خود مثلا حصه گذارد یا که کاری کند که در معنویات مردم خدمت کرده باشد. از آن جمله جناب عالی درباره 3 قانون سخن کردن که من هم در اطراف هم خواستم که یک فکر خود را بیان کنم. این تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی، تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی و قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند. هر سه همه قانون و کسانی که در همان جا نشستند بسیارتر متعلق بود که مفکوره مردم باید درست باشد. خصوصا جناب عالی درباره دین و دیانت، فضیلت دین بیان کردن، یعنی پیشنهادهایی که مثلا جناب عالی برای ملت کردن در عرصه بین الملل، مغز همان را در آنجا جناب عالی گفتن، یعنی غمخواری به مردم و گفتن که در آنجا که هر یک انشاءالله بعد 2-3 سال 30 سالگی استقلالیت جشن گرفته می شود. بله. جناب عالی گفتن که هر یک نفر باید کاری کند. ما باید کاری کنیم که دیه ها مکتب داشته باشد، دیه ها حمام داشته باشد، دیه ها سرتراشخانه داشته باشد. این کدام مثلا پرزیدنت میگوید؟ پرزیدنت ها میبینن همه خوب هستند، لیکن داخل مردم به در آمده آنچه برای مردم ضرور است این را بیان کردن. این یک دلسوزی جناب عالی بود که در شهرها دیه ها باید همه همین چیزهایی که برای مردم ضرور است، از آن جمله گفتن آب نوشاکی تامین کردن با آب نوشاکی مردم یا تعمیر راهها، خصوصا درباره حج یک چند مثال ها را آوردن که مردم باید خب حج رود. مثلا در زمان شوروی اگر ما نگاه کنیم 1 نفر حج می رفت، هر سال 1 نفر حج می رفت. حاضر قریب 7000 نفر هر سال از تاجیکستان حج می رود، غیر آن که عمره و دیگر باز از دیگر دولت ها، از روسیه می رود و از دیگر جاها می رود، از مهاجرت مهنتی حج می روند. 1 مرتبه حج رفتن فرض است. بله. لیکن اگر همان 2 مرتبه 5 مرتبه 10 مرتبه حج می رفتگی هستند، اگر آنها بهتر می شد که همان پول حج را به یک یتیم بیچاره محتاج دهند. در حقیقت اگر امام جان عزیز اگر مردم ما آدمان دارا هستند، بله. اگر همه مردم دارا زکات خودشان را برآورده از روی خدا دهند، در ما آدمی کمیزاعت نمیماند. چون 30% کمیزاعت آدم است، ما 80% کمیزاعت بود. خیر مردم ما کار کرد، راهبری جناب عالی عادلانه که بود، مردم ما رو پیش بود، دستارخان ما الحمدلله آباد شد، حاضر خاندان ها آباد، کوچه ها آباد، این نقبه ها رو بینید. یعنی باید ما شکر گوییم و خصوصا وظیفه خادمان دین رو در آنجا هم جناب عالی گفتن هم دیگرها بیان کردن که مردم درک کند که دین اکستریمیزم نیست، دین تروریسم نیست، دین بدی نیست. همه دین ها، خواه دین خریستیانی باشد، خواه یهودی باشد، خواه اسلام باشد، خواه حتی همه دین های بت پرستی هم یک هدف دارند. هدف اصلاح جامعه است، خدمت به مردم است. از آن جمله من هم به قدر امکان برآمده آزادانه سخن کردم، حرکت کردیم که فکر خود رو در همان جا بیان کنیم. من از شکرانه تنجی و آرامی سر کردم، زیرا تنجی و آرامی از همه نعمت بزرگ است. وقتی که وطن تنج باشد، آرام باشد، عبادت هم می شود، کار هم می شود، زندگانی هم خوب می شود، خاطر جمع می شود. بله. وقتی که خاطر جمع نباشد، وقتی که ناآرام باشد، نماز هم خوانده نمی شود. اما سالهای 93 قریب که مردم از تمام دین و دیانت دور شده بودند، گفتن که این دین جنگ بود است. دین هیچ وقت جنگ نیست، لیکن ساختن همان چیز مثلا جنگ تحمیلی رو به میان آوردن، لیکن از دین سوی استفاده شد.
آدمان از دین سوء استفاده کردن. حاضر هم انا همان حزب نهضت اسلام که خیانتکار بود و امروز خیانتکار است، همچنین مثلا حزب اکسترمیستی تروریستی شناخته شده است، از نام دین گپ میزد. بله. دیگر جریان سلفی است یک اختلاف پیدا میکرد. من هم فکری خود را بیان کردم که دین این یک نصیحت است، دین آداب است، دین اخلاق است، دین آسانی است. مثلا من ماه شریف رمضان در همه عبادت ها از آن جمله در نماز خدا گفته است که تو نمازت راست ایستاده خوان، نتوانی نشسته خوان، نتوانی خواب کرده خوان و اشاره خوان. رمضان هم همین است. ماه شریف رمضان فرض شده است، لیکن آسانی داده است پروردگار عالم که اگر فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. یک آیت رو نگاه کنیم، خدا میگوید که شما روزه دارید، لیکن کسانی که بیمار هستند یا مسافر هستند یا در شرح این فقهای ما بیان میکنند که زنهای حامله دار باشد یا کسانی که زنهایی که مثلا اونها فرزند شیرخواره‌دار دارند یا در جایهای مشکلی کار میکنند و از روزه آزاد هستند و آنها میتوانند، یعنی هم بیمارها در دیگر وقت قضایش را دارند بعد صحت شدن یا بعد آنکه مسافر از سفر برگردد. من در آنجا یک چیز را بیان کردم که فقهای ما مثلا از قرآن و حدیث و از سخنهای امام اعظم، از تعلیمات مذهب امام اعظم استنباط مسئله کرده کتاب ها نوشتن، مثلا فتاوای عالمگیری، فتاوای بزازیه، فتاوای قاضی خان، خلاصه الفتاوا، مجموعه الفتاوا. این فتواهایی که در آسیای مرکزی خصوصا در دیار ما در سمرقند و بخارا و خوجند و کولاب و در تمام دیار ما در آسیای مرکزی دستورالعمل بود در دین، در عبادت، در همه آن گفته است که اگر یک مشکلی باشد به اجازت داده می شود. مثلا اونجا به خباز میگن، نانوای ها یا قصار. حتی زمانهایی بود که آدمان لباسی مردم را میشستن جمع کرده کوزور همونها هم اجازت داده میشه، چون لباس شویی هم کاری آسان نیست. یا مثلا بسیار تشنه میماندگی آدم ها هستند که بیماری دارند. امروز همون کسری قند هست که تشنه میمانند. یا مثلا من در اونجا یک چیز رو خاطر رسان کردم، نیروگاه برقی آبی روغن رو خیلی مردم کار میکنند. جناب والی گفتن که 18,000 آدم کار میکنند و ها در همین مشکلی کار میکنند و باید با آنها این مسئله رسانده شود. یعنی فکر من همون بود که آنچه دین هست، آنچه دین گفته است، آسانی داده است و مردم ما رسانیم. کی میرساند؟ و مردم خادمان دین میرسانند. امام خطیب ها در مسجد ها، مثلا در منبر مسجد یا که در دیگر وقتهایی که مردم به عبادت جمع میشوند در نمازهای تراویح، باید ما به مردم آسانی دین را رسانیم، خصوصا در مذهب خود عمل کردن را رسانیم که جناب عالی چندین مراتب گفتن ما مذهب داریم، ما پیر مذهب داریم. یک اشاره بود که مردم ما باید از مذهب خود رو نگردانند. بعضی آدمان هستند که از مذهب رو گرداندن، از حتی شیعه شدن یا که با جریان های سلفیه و دیگر حزب جریان های نادرست در آمدن و وطن خود خیانت کردن، به ملت خود خیانت کردن، به دین و مذهب خود خیانت کردن. باید ما جوانان را نصیحت کنیم که هوشیار باشند و هر خیلی جریان ها و حزب ها شامل نشوند و وطن خود صادق باشند و مذهب خود صادق باشند. زیرا مذهب ما یک مذهبی تحمل پذیر، مذهبی آسانی است که دیگر مذهب ها از این مذهب استفاده میکنند، نیکویی میگیرند. باید ما برعکس سوء استفاده نکنیم. بله، تشکر. بی سبب امام اعظم نیز نگفتند. خوب، تشکر. راستی همیشگی ضمن سخنرانی خود پیشوای معظم ملت در مورد شکرانه گفتن و هم شکرگویی گذشته از این در مورد آسایش در محیطی در فضای آسایش زندگی کردن بسیار میگن. حتی مثال میبرن شکرانه کنید چون تاجیکستان دارید، وطن دارید، جای دارید که در خریطه جهان مقام خود را دارد. بین قریب 200 دولت جهان در منبرهای بلند سازمان ملل متحد آواز خود را دارد. یک صاحب یک آواز خود است. گذشته از این بسیار ملت‌های هست که 40 ساله 50 ساله ها
در آنها آرامی نیست، جنگ است، حتی مقام ندارند، در خریطه جای ندارند. یعنی این چیز همیشگی، یعنی همیشگی سری عقیده باید، اندیشه درست کار باید کرد. استاد سخن در مورد روغن گفتید. شما بعدی آن واخوری چند روزی دیگر در پایتخت بودید و از جمله از ساختمان، از رفت ساختمان نیروگاه آب برقی روغن نیز دیدن کردید. خب برداشت چگونه است استاد؟ اونجا کار چگونه است؟ ما دیدیم در حقیقت همین چیز مسئله ضرور است. بنده همراه رئیس کمیته باید به کارهای دین و تنظیم عنعنه و جشن مراسم‌های جمهوری سلیمان دولتزاده و رئیس شورای علمای جمهوری سید مکرم عبدالقادرزاده ما 2 روز در روغن بودیم. الهام جان عزیز، وقتی که انسان میشنود این دیگر چیز است. وقتی که به چشم خود میبیند یک این عالم دیگر است. وقتی که ما به روغن رفتیم و نیروگاه برقی آبی روغن، اون انشاءاتی که امروز بنا شده ایستاده است، در آمده در حیرت خود من ماندم که تاجیکستان همین قدر قدرت داشته است که همین انشاءات رو بنا کرده ایستاده است. باور میکنید؟ و یک انشاءاتی که در حیرت میمونید. همان مسئولشان وقتی که ما از نقبا میگذشتیم گفتن که زیاده از 70 کیلومتر فقط نقب است در تگ کوه. مثلا یک نقب شهرستان 5 کیلومتر است. اینقدر ما وقتی که میگذریم نگاه میکنیم و در حیرت میمونیم. یا نقب استقلال 5 کیلومتر است. 70 کیلومتر در تگ کوه نقب است. وقتی که جایی که مثلا اگریگات ها می ایستد در تگ کوه هست. 300 متر چقوری دارد. در همونجا مردم ما کار کرده ایستاده است. پرسیدیم گفتن که 18,000 آدم کار میکنه. 18,000 آدم در همونجا طعام میخورد. 18,000 آدم در همونجا جای خوابش است. 18,000 آدم، از همه 18,000 آدم اگر باشد 10% خارجی ها هستند گفتن. امپرجیلو و دیگر مثلا از ایتالیا و از گرمانیا و از خیتای و از روسیه شرکت های ساختمان هستند. 90% اون جوانان مردم ما کار میکنند. ملت کار میکنند. با کار تامین است. معاش بلند میگیرند. لیکن وقتی که به یک جای ما داخل شدیم همین قدر گرم از 40 گرادوس بالا است گرمی. و کار کرده ایستاده‌اند. در آن خدا روزه داشته نمیشود. یک جای دیگر رو میرویم و چخوری است 10 گرادوس گرم است. آدمان لباس های گرم پوشیده کار کرده ایستاده. یعنی یک قسم جا گرمی، یک قسم جا خنکی است. یک جای دیگر میروید که مثلا غبار و چنگ و ماشین ها کار کرده ایستاده است، اکسکاواتور ها کار کرده ایستاده است. یک جای دیگر میروید که همین قدر کار در اوج که آواز شنویده نمی شود. یعنی نقب ها، این نقب شهرستان و بارین بعضی نقب ها هست که درونش 30 متر بلندی دارد. همون آب آمده از 300 متر پایان می فراید. یعنی همین افتخار ما است. یک ساختمان خیلی بزرگ هم است. باید مردم ما با این ساختمان افتخار داشته باشد که در تاجیکستان همین قدر ساختمانی عصر رفته ایستاده است که در آسیای مرکزی چنین نیروگاه نیست. نیروگاهی بزرگ می شود. حاضر الحمدلله من آب بلند شده، اگریگات یکم و دوم تیار است که انشاءالله در ماه نوامبر گفتن با کار شروع می کند. یعنی این کار افتخار ملت تاجیک است. هر یک انسان باید در حقیقت قدر وطن خودش را داند. ما در آنجا با آنها صحبت میکردیم. اما کارگرها بسیار خرسند میشدن که ما نمیدونستیم، ما مجبور بودیم که روزه داریم. این روزه آمده استاده‌اند، ماه شریف رمضان آمده استاده‌اند، ما چیکار میکنیم؟ گفتگی مردم زیاد بودند. میگه آنها ما گفتیم که همین فتوا است، فتاوای عالمگیری است، وزازی خازین است، همه فتواها برای ما معین کرده است که در چنین کارهای مشکلی شما به اجازه داده می شود. خیلی بسیار خوب قبول کردند. ما 2 روز در همانجا ایستادیم، صحبت کردیم، آنها رو با ترغیب کردیم که این کار شما فقط برای حاضر نه، برای 1000 سال آینده ملت تاجیک است که به مردم ما منفعت میرساند، اقتصاد مردم ما رو بلند میبرد.
18,000 مردم رو روشن میکند. از همه کار ثواب است. این کارهای شما گفتیم صدقه جاری است. یک کس یک درخت میشند در صدقه جاری است. این شما وقتی گفتیم شما برای ملت اینقدر کار میکنید، این بهترین ثواب است. گفتم به مردم رسانیدید. تشکر. واقعا بسیار یک سفری پربرکات هم بود، به خاطر اونه که چون یک دو نوبت من وقتی به منطقه جرگتال میرفتم، یک دو سه سال پیشتر از دور همون گویم ساختمان میدیدم که مثلا ساختمان در حد آغاز و رفته ایستاده است و بعدا مثلا چون طریق اخبار عامه طریق تلویزیون میدیدم و چیزی که شما گفتید واقعا همون حکمتی مشهوری شنیدن کی بود مانند دیدن و سخن از دهان خود شما مثلا شنیدنش راستی چون نفری که رفته دیدید گذشته از این سالهای آخری سالهای 90 میانه سالهای 2000 این یک بسیار دشوار بود که حتی همین برق کشی معیاری محدود کنی برق چقدر مشکلی بود در هم در اجتماعات و اقتصادیات و همه اون چونی که خود جناب عالی گفتن که این یک افسانه شده در تاریخ ماند که مثلا امروز علاقه دوام 2-3 سال اخیر در فصل زمستان برق در تمام جمهوری تامین از گذشته از این در حالت بنیاد این نیروگاهی بزرگ که ساختمان عصر میگوییم بازم زندگی مردم بهتر میشد، سطح زندگی مردم. تشکر استاد و فکر میکنم در فرجام برنامه اگر یگان علاوه یگان گفتنی داشته باشید. تشکر امام جان عزیز. البته در آخر باز یک بار دیگر من یادآور میشوم که اون ملاقاتی که رهبر دولت پیشوای ملت با اهل جماعت چی داشتن یک دستورالعمل بود برای همه، برای تمام مردم تاجیکستان، برای تمام مردم ملت تاجیک، خصوصا برای خادمان دین. یعنی باید ما امروز دین و دیانت خود را چنانه که هست به مردم رسانیم، از آن سوی استفاده نشود. هدف جمع آمد من فکر میکنم که این آبادی تاجیکستان بود، بهتر کردن روزگار مردم بود و غمخواری و یتیمان و کمبیزاعتان بود که مردم باید با یکدیگر مهر و محبت کنند، در حق یکدیگر سخنهای نیک گویند، از دستشان آید یک دست یاری دراز کنند، دست یتیم و بیچارگان را در ماه مبارک رمضان گیرند. من باز یک بار دیگر به خادمان دین مراجعت میکنم که همین سخنهای جناب عالی در حقیقت همه موافق آیت قرآن، از حدیث های پیغمبر اقتباس های زیاد بود. اون را دستورالعمل کنند، به مردم در نمازهای جمعه رسانند، مردم را نصیحت کنند، به کارهای ثواب دعوت کنند. من تمنا دارم که وطن ما تاجیکستان تنج و آرام باشد، ملت تحت راهبری پیشوای ملت سرجم باشد و خادمانی که در این تلویزیون سیمای مستقل همه شمایان کار میکنید و همه شمایان تن صحت، خاطر جمع، خاندان آباد از خدا میپرسم. تشکر استاد. تشکر زیاد استاد برای این سخنهای نیک و همچنین تشریفتان در این برنامه، چون فولی نیک است آغاز اولین برنامه ما با حضور شما و فکر میکنم بازم گفتنی ها زیادند در آن مجلس، در آن مخوری بازم بسیار نکته های مطرح شدند که ما در برنامه های من بعدین البته سری آن موضوع ها برمیگردیم و همه آن را در علاوه‌دگی بازم برای بیننده ها شرح و تفسیر میدیم. باری دیگر استاد عزیز برای اشتراکتان به شما عرض سپاس میکنم. سلامت باشید. یک چیز رو برای شما بیننده های ارجمند یادآور شدنی هستم که استاد عزیز ما حاجی حسین موسی‌زاده در برابر یک نفر خادم دین بودن، نفر عالمی صاحب دین بودن، عالمی صاحب سخن بودن، همچنین نفری هستند که صاحبی ذوق بلند شعرگویی دارن. البته تا امروز 3 کتاب استاد از چاپ برآمد و فکر میکنم ما در برنامه‌های من بعد و البته کتاب 4مشان نیست با نام تاجیکستان وارثی سامانیان که البته در دست استاد این کتابی نامه، این کتابی که لحظه شما میبینید تاجیکستان وارثی سامانیان، کتاب 4 استاد الکه از چاپ برآمد. این دلالت از آن میدهد که استاد در برابر کارهایشان همیشه نفری هستند که با واسطه عملشان نیز این کار در به مردم نشان میدهند که واقعا هم نفری که صاحب ذوق هستند، هم به شعرهای خودشان اون چیزی که امروز برای جامعه ضرور است بیان میکنند و ما در برنامه‌های نوبتی البته سری موضوعی شعرهای استاد نیز برمیگردیم، چون اون وقتی به مضمون و محتوای
شعرهای استاد قوطه میزنیم واقعا همه این آن پند است، اندرز است، برداشت از زندگی است و بنابراین برنامه رو ما نیز به سبب در صحبتی صاحب دلان نگذاشتیم تا توانیم که ما نیز از صحبتی این گونه صاحب دلان بهره‌ور باشیم و این سخن دل آنها برای همه ما و شما باشد. با امید سرسبزی خاندان، با امید آبادی این دیاری که نامش تاجیکستان عزیزی ما است، با امید آنی که هر یکی ما از این برنامه برای خود بهره های تازه برداشتیم، اینجا برنامه نخستینی در صحبتی صاحب دلان نخستین انجام میبخشیم. خیر تا برنامه نوبتی، خانه‌تان آباد باشد.